بچه که به دنیا میاد ننه باباش 1-2 سال زحمت میکشن و حوصله به خرج میدن که بچه یاد بگیره راه بره و حرف بزنه. بعدش تا چند سال از دست همین کاراش هرس میخورن و میگن بچه ساکت شو دیگه، بشین بتمرگ. حکایت مقام عظماست که به هزار بدبختی و بی‌آبرویی و سلاخی داخل نظام انتخابات راه میندازه، بعد باید همش تون پس بده و از غلطی که کرده پشیمون اظهار کنه. راست میگی، مقام عظما حاضر بود 2 کیلو شکر رو دونه به دونه بگیره بهش بره ولی به این بدبختی دوچار نشه. اما وقتی این مجری یه بحث درست درمون استراتژیکی میکنه، عین ستاره دنباله‌دار هر 200-300 سال یه بار همچین اتفاقی میفته، اون وقت تو 2 راه داری، یا باید بهش تاف بزنی که همینجوری بمونه، یا پیف پاف اساسی که تو اوج بمیره تا آخرین خاطره که ازش میمونه خاطره خوب باشه. آیه دکتر، شاکی هم از دست همه این دم و دستگاه مشنگای وزارت کشور و شورای نگهبان و اتاق تجمیع آرا و روحانی و رئیسی که اینا ارزه نداشتن آمار تقلبی رو بکشن بالای 50%. آخرش هم بدبخت عظما مجبور شد 10 روز فکر کنه که چی بگه واسه این وضعیت. آخرش هم یه ضرب و تقسیمی کرد که خودشو مسخره همه عالم کرد. هنوز مرکب فتوای قبلیش که گفت رئیس سفیدترون خشک نشده، خودش گفت شکر خوردم. رئیس سفید هم علاقمند به نظام هستن و حلاله. شکرخوری دنده عقب گرفتن بیخیال شو، خیلی از این کارا میکنه. اون نوبل ریاضیشو بگو که 10% باطله رو با 48% زحمات اتاق تجوید جمع کرد شد 60%. مرحوم عوضی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن رئیس تیمارستان مریضا رو جمع که گفت یه سوال میپرسم هر کی درست جواب بده معلومه که خوب شده، مرخصش میکنم. گفت میریم سبزی فروشی میبینیم خیار کیلویی 5 تومنه، 4 کیلو میخریم، پولش چقدر میشه؟ اولی گفت نمیدونم، دومی هم گفت نمیدونم، سومی راحت گفت خب معلومه 20 تومن دیگه. رئیس تیمارستان گفت باری کلا بگو ببینم چیکار کردی که بقیه هم یاد بگیرن. گفتش که خب مگه امروز 3 شنبه نیست؟ منم 3 شنبه رو ضرب در 4 کیلو کردم شد 20 دیگه. آی دکتر، توی این شرایط بحرانی نظام حاجی رئیسی به عنوان رئیس جمهور باید سفرهای فعالی رو به کشورهای دنیا شروع کنه، نقش خودش رو تو خروج نظام از انزوای کشنده‌ای که بهش دوچاره ایفا بکنه. آی دکتر، اولندش نگو انزوای کشنده، هرچی اسم کشنده داشته باشه حاجی رئیسی فکر میکنه خوبه میره دنبالش. دومندش سفر خارجی مگه بره سوریه و عراق که اونم دیگه الان یواش یواش امن نیست، میزنن زرتشو قمصور میکنن، کی میخواد اون وقت انتقام سخت بگیره واسش. باقی کشورام که اصلا حکم دستگیری دارن واسش. دخل و خرج حاجی رئیسی واسه عظما زیادم جور نیست. بله، به قول خودتون بعضی هم مثل کبریت میمونن، مفت نمیارزن ولی میتونن کل دم و دستگاهتو به آتیش بکشن. آره باریکلا، تو از خیر نقش رئیسی تو سیاست خارجی نظام قشنگ بگذر، دندونشو بکش بنداز کنار، بذار بقیه براش این نقشو بازی کنن. مرحوم عبوی همیشه میفهمودن بذار بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن که مشنگه کاندید هنرپیشگی فیلم شد. از کارگردانه پرسید من باید چیکار کنم؟ کارگردان گفتش که نقش خیلی مهم و حساسی داری، باید از این دیوار بلند بری بالا، خودتو بندازی پایین، اون طرف دیوار صدای گرومپت بیاد، بعد بگی آخ مردم. طرف گفت خب چطوری از دیوار برم بالا؟ کارگردان گفت مهم نیست، چون نه بالا رفتن تو نشون میدیم نه افتادن تو. یارو گفت پس فقط با حالت طبیعی باید بگم آخ مردم. کارگردانه گفت نه، اون جملت هم دوبلور برات میگه. آیا دکتر، مقام عظما مگه رئیسی رو از صندوق نکشید بیرون که همه جا از اون حساب ببرن؟ خب پس چرا نه تو داخل به کشک حسابون کردن نه تو خارج؟ این از اعتصاب و تظاهرات و اینا که از فردای رئیس جمهوری شروع شد، اونم از ضربات رگباری به فک مبارک مقام عظما تو عراق و سوریه و اینا. آره دیگه، تازه اینا که گفتی که خوبه، میترسم امروز فردا خودیامون هم تو سوریه و عراق که دارن پشت سر هم کتلت میشن برگردن تو رو عظما وایسن. مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن بهادر،
عرض میکردم بله میفرمودن قدیما طرف داشت آماده میشد واسه جنگ براش خبر آوردن که طرف مقابلت زورش و پولش زیاده 400,000 سکه طلا داره میفرسته اسب بخره واسه جنگ با تو اینم ترسید سریع پیغام فرستاد گفت 400,000 سکه رو بده به خودم سوار خودم شو ولی آیا دکتر مگه قرار نبود با دیدن حاجی دروکلای نظام یعنی همین حاجی رئیسی اروپا و نظام جهانی از ترس قالب تویی کنن مگه نباید مجبور میشدن آمریکا رو بذارن تحت فشار به خاطر نظام کشکی بادمجون دوست داری تو خیلی زیاد دوست دارم حالا فرض کن که یه ظرف کشکی بادمجون این طرف یه ظرف هم آهوی بریون تو چیکار میکنی با کله میرم سراغ آهوی بریون کشک و بادمجون دوست دارم ولی خر که نیستم آهوی بریون رو ول کنم آفرین وقتی که یه مجری کم بهره از فهم استراتژیکی اینو میفهمه تو فکر کردی اروپا مثلا مشنگه که آمریکا رو ول کنه بیا دوباره نظام مثلا حاجی رئیسی چی داره واسه شو خیلی خوش سابقه است یا قشنگ تار میزنه کاش خوب تار میزد آقای دکتر چون تو مسابقه که وضع خیلی ناجوره برم سر سوال آخر خدا ببینید مقام عظما با چه دل و جرأتی آسین رو زد بالا واکسن ساخت نظام رو بهش بزنن ناکار میشه که تو چه ساده ای عمه سلامی و اون نمکی اینا میدونن که پارسال فایزر رو زده تو رگ چه از کنم تو عضله خودم اونجا بودم شاهد بودم این آب و قطر علانی رو بی خیالش این برای فیلم بازی کردنه چه کار کنه بدبخت تازه با این فشاری که روشه اگه همین الان هم سرش بذاره زمین و بیمیره فشار قبر براش ماساژ محسوب میشه مشتبان نرم و همچین ترتمیز دکتر قربونت برم تو که همین الان مقام عظما رو دراز کردی فرستادیش تو قبر قربونت برم من درازش کردم آب و قطر